سلام خدمت همه گرمی که میبینین ما کشکشی داریم. سعی کنین پردار رو کلش رو اوسو کردیم فعلا دیگه ببینیم چطور میشه. ما بریم از شقا جان پرسان کنیم که ما کجا خانه پیدا کردیم، کجا رفتن نیستیم، پردای از اون خانه از این خانه از کل جای کنده کردیم. نه چرا کاملا نمیشم کردیم. سلام کو. سلام. ما آمدیم اینجا از لبنان از خانه مادرمشان چی میگن ونگ زدیم. از خانه مادرمشان گرفته. هر دفعه که میرم خانهشان یا خانه مامان فریبا یا خانه مادر خودم همیشه نانم آمدن. و از همین خاطر دیگه لازم نیست شامم شو جور بکنم از نانشان. نان امشب جور نکنم. ببین به به برنج است. گلو برگ شده چون در راه آوردم. ماست و کوفته اینی هم در دست. خب. و اینکه ماست و مام خیال. دست مادر جان در نکنه. برای من روان میکنه. برای سبا کارم. البته این غذا رو وجه جان خانم بیادرم جور کرده، دست گلش درد نکنه. در دل نمیفهم که جور کرده، هر کی که جور کرده دستش درد نکنه. و این بود که کی بود پیروز بود، کی بود مامان فریبا برای ما روان کردن بولانی داشی بولانی کمچرب رژیمی بسیار مزه‌دار. این قصدشم ما خوردیم اونم گوشکش. بازی هر دفعه که بخوای گرم بکنی میتونی بخوری چون روغن نیست. روغن نداره. فقط از روغن درش چرب میکنه. باز من از داخل داشت تو تیز غلط پخته میشه، بسیار مزه‌دار میاد، بسیار جالب میاد. خب جان امروز چی گپ است؟ چی کردی؟ کل جای خانه را گردوات کردی جان. من جان گفت تصمیم گرفتیم ما کشکشی بکنیم، یک خانه پیدا کردیم یک جای دور. یک روز ان شاء الله اینو میگم وضعی منطقه میریم. ان شاء الله بخیر. مگم در حال حاضر من پردار کل گره کشیدم و کل جای میخوام یک بار پاکاری بکنم. مثلا گفتم شما رو همراه خودم بیارم با وجود از اینکه مدینه رو شروع کردم، مگم شما همیشه هر زمان که بیاین خوش میایین، فرق نمیکنه دیروز یا امروز. و از این کار از این شقایقان دیگه شروع که بکنه دیگه خلاص هست. شروع کرده بود پردار کشیده بود. باز سعی میکنم رفته کمودارم کشیده بیرون، کالا را کشیده بیرون. کمودار خو یکیش خلاص کو باز دیگه کلش همراه همه میخواد، همه رو میخواد با هم انجام بده. رو تختیار کلش از هم کل جای برو کنم. البته خب روی تختیار هفته دو بار شسته میشه، دو بار چنج میکنم، ولی خب بازم خواستم کلش فرش شود دیگه ننداختم روی تختیارم. نشستم اش جمعش نکردم، پنج نکردم. او مای گاد کلم بخیر دیگه خراب شد. کل جای کردمات کرده. اینا بریم یک دو گلاس چای بخوریم، انرژی بگیریم، باز بریم کار خانه رو شروع کنیم. یه سری کم نانی که آوردیم بگیرم بخورم. اونجا نانشو به سر کار خورده بود دیگه. من گشنه بودم، مثلا سر کار که بخورم خانم میایم گشنه میشه بازم میخورم. و یک دیگه خانم جای نشون بده چقدر کل جای یعنی این نیست که فقط پذیرایی ما باشه، وسیله‌های ملو از چاوکی ملو و آشپزخانه کل جای. این دفعه می‌خوایم که پردار دیگه رقم بزنم، دیگه رقم خونه چنجش کنم، اینیش میکنم، کل دیوارا بعدش باختل زده شه، گشتگیری شه، رنگ گرفته شه. یا از پروسه طولانی است. با وجود از اینکه آخری هفته ما میریم محفل دعوت هستیم، ولی بازم کلی کارا رو ببینیم اگه که تانستیم خواهیم. فکر نمیکنم وقت شب از خاطر که سبا چهارشنبه پنجشنبه جمعه خب ما در محفل میریم. فقط میمونه 2 روز. و از این 2 روز هنوز پردهام کامل شسته نشده، هیچ کار انجام نشده. فکر نمیکنم موفق شیم که این هفته بگیریم، ولی بعدم باز سعی میکنیم. خاطری که پرده یک کنیم صبح 2 ساعت طول میخوره که شسته شه، سر 2 ساعت 2.5 ساعت میزنم تا که خوش شه. شما میگه نم دار پرم کو، ولی نم شما قد نیست که کم باشه، کل جای نمبوی میگیره. باز از همون خاطر تار میخوره. یم از بلو ملو سلام کو. ملو بگو سنیم سلام کو به دوستا جیگر. من چشمک زد. بگو سلام. اومد عشق کامراست میگم. بیام ولاگر است. خب ما بریم نان ما رو بخوریم دوستا. بخوریم باز. حتی نان شقایق میخوریم، من گلاس چای فقط میخوایم بخوریم. باشه ده کفشکای مقام شما داشته باشه. و امید جان در اینجا شیفته از خاطر از اینکه قرار است که تشناب ملو رو پاک کنیم. یعنی بیشتر اوقات امید جان پاک میکنه. دستکش مسکش کل چیز دستش کردن. و یک چیز دیگه یک چیز گفتم. اینجا که از کالاشویی داشتیم پردار میشوشتیم و از شما در اینستاگرام پرسان کردم که آیا شما جالیا یا هم پردایتون داخل خوشکن میپرسن یا نه. شما بیشترتون گفتن نه چون خراب میشه. مگه من سر درجه فلیگل لایشت و درجهش کم ماندم، سر 2 ماندم که اگه خراب نشه پردایم. دیشب هم این کار کردم خراب نشد خدا رو شکر. خلاصه
تشنامش نرمال هر 2 روز 3 روز یک بار پاک میکنه. میگم این دفعه چقدر روی لاغر مانو میشده کمره الکی نست کلی گریمش میکنه از روی تو چاقو سکت خط افتاده یا لاغر شده گپ نزنم یا که نور ایجا خرابه اینجا نورش خوبه کم نشون عرقم هست این تو که بسات نشون رویم این تو چیز مفتن بگویی که میکپ کده دیگه خلاصه اونجا داره پاک میکنه و ما باید برومینال دیگه کاریم انجام بتون و دیگه پردام امیدوارم که خراب نشه. دیشب خراب نشد میگم باید سبابش رو موچیشم بکنم و بند بکنم. یک بار دیگه هم تر بود موازن کرد اما میگم جالب نشد یعنی مجبور دوباره تاش کردن دوباره اوتوش چون لوکش بود متاسفانه. اینجا میبینید ادامه کالا کلش ریخته در اونجا شیشته بودم از یک چای خوردم دیگه. خانه و جایی که پرده نداشته باشه و کل جایش چتل باشه در دل آدم اما چای خوردن نان خوردنش نمیشه. ملو جیگر نکو که کلت نخوره در اونجا پیچ از چیز میشه بس خاطر پرده و میده رو میخواد بگیر. ملو مامان بیا اونجا بسته کدم نمیتونی بری. خب یام از کالایم یعنی پرانم از تیک تاک شاپ گرفتم جالب بود. اگه که میخواستم برید در تیک تاک لینکش براتون ماندم باز بگیرن. مویم امروی کمربند بستم دفعه پیش 2 روز پیش سکن چطور هنوز حالت داره میبینه معقول گرفته حالت. خب من از کار رسیدم خانه و اولین کار که میکنم برای میره خانم غذا برش کشیدم غذایشو بخورم و این دختر چیزی که عادت کرده امروی لکلی فقط میخوره نانشه یعنی اگه لکلی نندازم سرش بالا میکنه میگه چرا با من لکلی ننداختی سکن لکلیش خلاص شد خود سر غذایش لکلی نیست دیگه. یک چند ثانیه وارو میخوره با سرش بالا میکنه میگه لکلی به من پرته. ملو خودو حالا میخوام بشونم یک برنامه سل بکنم برای خودم چای دم کردم از رای بشونم یک ساعت واره امی جان رفته کار و بعد از او کارا رو شروع کنم. سکنه لکلیش خلاص شده و نمیخوره میگه بعد از من لکلی پرده. بیا مامان جان چی گره که مامانی دین از زنگ داره لکلیش فکر کنم براتون فیلم گرفتم نه نگرفتم که تلفن گرفتم. اینجا داشتم کالا رو جمع میکردم یه دفعه میبینم لکلیش امی جان دست رو مرارمی انداخته بود به خاطر اینکه می‌خواستم ناخونه‌اش بگیرم گفتم بدون لکلی خب نمیگیرم ناخونه‌اش. حالا میبینم که 2 پایش سر لکلیش تا پچق میکنه باز اینجا دندان میکنه که لکلی بیرون بکشه یعنی بیرون به باز به خارج گرک. عاشق لکلی از من نفهم برش خوب هست قدر یا نه اما روزانه 1 دانه یا 2 دانه رو تقریبا برش میتم خیلی زیاد خوش داره. پیش از که بخوایم کارای من انجام بدم بگم کامی جان کجاست. امی جان سر کار است به شپیتش داره یک جای اما کار قبلیش هست اونجا کار میکنه میگم در یک بخش دیگهش بردن امی جانا و از اون خاطر در اونجا 2 تا شش داره یکی صبحی سکیام بعد از 4 تا ساعت 11:30 بجه شب تقریبا دیگه گفتم تا اونجا بیام کار رو بکنم که آمد باز راحت بشینه و صبحم که صبحانه است دیگه لازم نباشه هیچ کاری رو انجام بده. پردام کمش مونده دور آخرش انداختم و حالا گفتم بیام امروز شیشه پاک کنم و دستمال شیشه رو از یک پاک بکنم. از سمت بیرونش نمیتونم پاک بکنم چون میترسم که آن دوخ میتونم ما که کرار پایان کشیدم ده اینجور میتونم مگه از پذیرایی میترسم چون همیشه از حشرهای کلان در پشت بند هستم میترسم. مامان جان او خدا ببینمت ملو نفس بیبا ملو بیا اینجا مامان سرت چرا مویه است. سلام او خدا بیا اینجا که دوستا ببیننت. سلام مامان ملو سلام خوشگل. خلاصه حالا میخواستم که شیشه رو پاک بکنم و ملو خانم هر دفعه که من میخواستم کار بخوام بکنم بی خانم باید از خواب حتما بیدار شوه نمیشه که بیدار نشه. گفتم میخوام از کارای من انجام بدم. در 2 ساعتی که من ششته بودم باشه تو بانومتون در 2 ساعت که من ششته بودم می خانومم خواب بود و حالا که آمدم خسته. البته خب انرژی میخواستم بگم گوسفندا انرژی گربه ها همیشه همینه وقتی که استراحت بخوای بکنی و میخواد استراحت کنه اگه که بخزی و انرژی داشته باشه و اون بیشتر از خودت انرژی داشته باشه. خلاصه من اینی رو پس میره دین روز پشتم چون خب شتل بود گفتم بپوشم مویه و راستی هم رفتم بگم قبلش روغن زدم قبل از اینکه کارم گفتم شروع کنم رو
تا چشمم رفت. گفتم قبل از اینکه کارای من شروع کنم روغن بزنم و روغن زدم. گفتم تا کارایم خلاص شه باز بعد از اون حمام برم که به موی ما ایزار راسته کده باشم. ملو خانم اومده اینجا کمک کنه. جگر مامان او خدا تو حال خواب بود پر انرژی بلند شده که من اذیت کنه. سلام به همگی. سلام. خونه تو بعدم شب دیگرم. گوشایت باید پاک شه و مویای تو باید کوتاه کنم. دختر آمده اینجا اوا گرفتم ده یک داره سلط انداختم که ده اوا تقریبا گم شگم یک دستمال و خوشبوی کننده کارلا که از دیم میگیرن کارلایتان خوشبو شوه داخل از این میرزین، یعنی روی تخت روی کوچا هر جایتان که پاک بکنین. البته اوا از زیر باید بگیرین و با دستمال نمدار میکشین کل خانه تان اتو خوشبوی میشه و کل مبلایتان هم خوشبوی میشه. اگه خواستین حتما انجام بدین شما. تو میجام زنگ زده رئیس فکر کنم پاوزه شده. از کدام جا گپ بزنم باز سرسان دوباره میام. خب اینجا رو به این مرحله رساندم. فعلا اینجا پر است. همین رقم که خودتون میبینین دیگه. اینی مزه که بعد از اینجا اوسو کنم گل از رو اوسو کردم برامش دیگه جایی دلم زده بود برام دیگه اتاق دیگه بانم و یام از اینجا. اما هر کدام یا باید جلد شوه. جلدش هنوز ششتم. گفتم که کده پرده مرده و روی تختی اکسترا کلان یک دفعه پرتم کل جای بوی تمیزی بتن. یا اینا رو داونو گوشه مانده بودم. بوپس اینجا مانده بودم. این در اصل از داخل انواری ماست. باز گفتم باشم میره بگیرم این دروازهش بچسبانم. کنم خوبش میشه که ازش مسونش کنم. خب یا چیزایی است که بعد از زمین بره کلگیش و میایم طرف اتاق پذیرایی ما. واقعا میگم اتاق اینجا میایم و بالش‌ها رو بعد کلش بشه. مبلا رو بعد جارو بزنم. باز که از این مواد که گفتم براتون پاک بکنم و دیگه فقط میمونه پرده رو بعد از کلی کارایم خلاص رو جارو کردم باز میشونم تویشان بکنم دیگه. خب صدای من رو پس از پذیرایی میشنوین. امروی ترموز چای و پاکی خانه. به 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 به. این صدا رو که میشنوین پشت ویدیو این صدای پرده هاست که داخل خشکن انداختم و سر صدایش زیاد شده و ملو خانم ترسیده و اون زرکا گم شده قایم کرده خوش. من رفتم حمام گرفتم حمام کردم کل خانه رو پاک کردم. فقط من پرده رو متو میکردم امشب اما وقت نکردم. زیاد مانده شدم گفتم پرده رو امشب اتو نمیکنم. صبح شب وقت دارم صبح شب اتو میکنم دیگه. گفتم یک نان سری جور کنم ماکارونی جور کردم برای خودم امروی ماست و چای هم دم کردم بشینم استراحت کنم تا کمی جان از کار بیایم. خب امروز هم که نانم خوردم چایم خوردم استراحتم کردم و حالا اومدم موی مزرعه خوش کنم و منتظر رومی جان باشم. ادامه ویدیو رو براتون باز میگیرم زمانی که خواستم پرده رو بزنیم. بخیر. یک دانش با موفقیت کامل خلاص شد اما این مل رو صرف اذیت میکنه. ها مل ای دختر سکو میار رو تو کردم خواه. ای دختر شیطانه نکو. اتو میکشیدم خو اینجا بازه تو که تفت میکردی بخار که میکردی میامد اینجا سهل میکرد که چی هست خودم که بخار میکنه در اینجا. تو فضوله کسی دختر فضول
ایره مامی لوتو کردم می دختر نیمان جمع کنم ملو با مامان جمع بکنه سکو تا که میگرم جمع کنم خودم میپرم سکو من یارو ششتم کلی که شوتو کدگیست خود تو قرط و چرت بزنی سرش نقرط ای دختر